صبحتون بخیر. الان ساعت 4:30 صبحه، واسه همین من باید یواش صحبت کنم چون MJ خوابه. بذارین یه قهوه درست کنم بیام بهتون بگم چه خبره. همونطور که خیلیاتون میدونین من کار استتیک انجام میدم و به خاطر یه سری ترینینگ ها باید برم شمال انگلیس. الانم زیاد وقت ندارم چون دیر از خواب بیدار شدم. باید قطار رو بگیرم. کلاً 20 دقیقه وقت دارم که قهوه‌مو بخورم، میکاپ کنم، لباس بپوشم و بزنیم بیرون، وگرنه قطارمون رو از دست میدیم. این کلاس رو از ماها پیش بوک کردم. خب من حاضر شدم بزنیم بیرون. از لباسم امیدوارم که هوا خیلی هم اونجا سرد نباشه. البته با خودم دستکش و اینا برداشتم، اما ببینیم چجوری پیش میره دیگه. من رسیدم ایستگاه قطار، همه جام تاریک. اما خب به موقع رسیدم. مجبور شدم خود بدوم. Revive. But if they have to close their eyes, they have to. But if they've got long, I know, bleb. Up and round. But yes, sort of. If you stay with you, and please mind the step down to the platform.